سلام به همه شما دوستان عزیزم، به چنل خودتون فالتات خوش اومدید. امروز هم در خدمت شما هستیم با انرژی خوانی روزانه. ترکیبی هست عزیزان، ترکیب فال قهوه و کارت‌های زیبای تاروتمون دوستان. و طبق روال گذشتمون قبل اینکه ما این انرژی خوانی رو شروع بکنیم خوشحال میشیم که وارد چنل بشید. شما عزیزانی که هنوز وارد چنلمون نشدید و ما رو سابسکرایب بکنید، روی زنگوله رو هم حتما فعال بکنید عزیزان تا از فالها و انرژی خوانی های هفتگی و روزانه ما مطلع بشین عزیزان. و ممنونیم که شما دوستان همیشه به ما لطف دارین، محبت دارین، پست های ما رو لایک میکنید. این لایک های شما به ما انرژی میده، از ما حمایت میشه در واقع، و خوشحال میشیم که بهمون انرژی مثبت بدین و برامون کامنت هم بذارید عزیزان. و میتونید کلمه خدای شکرت رو کامنت کنید، میتونید نظرتون رو راجع به انرژی خوانی امروز هم برای ما کامنت بذارید عزیزان، استقبال میکنیم. متولدین ماه فروردین نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. به نیت شما عزیزان. برای شما دوستانم متولدین ماه فروردین میبینم بهتر عزیزان که این مدت، این روزها یک مقدار مراقب رفتارتون باشین، مراقب کارهاتون باشین. ممکنه که یه حرفی بزنید یا کاری بکنید که باعث دشمن تراشی بشه، اطرافیانتون از شما کینه به دل بگیرن. دارم برای شما عزیزان میبینم که شخصی که میتونه توی اسمش حرف هی دو چشم رو داشته باشه، میتونه هادی باشه یا خدانام باشه، همچین اسامی رو دارم براتون میبینم. این شخص میتونه توی مسئله احساسی عاطفیتون خبر خوبی رو بهتون بده، یا در مورد مسئله کاریتون میتونه باشه که یه روشنی و یک اتفاق خوب رو دارم از طرف این شخص برای شما عزیزان میبینم. توی مسئله مالیتون دارم براتون میبینم منتظرین یه پولی به دست شما برسه، و حتی میتونه برای شما عزیزانی که پولی رو داشتید و به کسی قرض دادین، دارم برای شما همچین مسئله ای رو میبینم که منتظرید این پول رو دریافتش بکنید. اما براتون میبینم که این پول توی دو نوبت یا حالت تیکه تیکه خورد خورد به دستتون میرسه و در نهایت این پول به دست شما میرسه، اما ممکنه که خیلی متوجه نشید که چطور این پول رو دریافت کردید یا چطور این پول رو خرجش کردید. برای شما دوستانم دارم میبینم الان میخواین جایی مشغول به کار بشین، یا حتی جایی که دارید کار میکنید خیلی مسئولیت‌های زندگی شما میبینم سنگینه، مسئولیت کاری، فشار کاری شما خیلی سنگینه. ممکنه به فکر این باشین که بخواین کارتون رو تغییر بدین، یک جابجایی دارم تو مسئله کاریتون میبینم، تو مسئله شغلیتون دارم براتون میبینم. شخصیه که توی حروف اسمیش حرف هی جیمی رو داره، میتونه حمید نام باشه یا حسن نام یا حسین نام باشه. دارم برای شما عزیزان میبینم در مورد این شخص بهتره یک مقدار احتیاط بکنید، چون دارم میبینم آدمیه که خیلی موذیانه داره رفتار میکنه، یه حالتیه که خودشو خیلی مظلوم و آروم نشون میده، اما در نهایت ممکنه به شما یه ضرر بزنه، یه زیانی بهتون وارد بکنه. حواستون به این شخص باشه و احتیاط بکنه در مورد این شخص. برای شما دوستانم دارم میبینم یک خانومی الان توی زندگی شما هست که این خانوم ممکنه حرفی بزنه، کاری بکنه که شما رو ناراحت بکنه، چون دارم یه دلخوری، بحث و یک کدورت رو بین خودتون و این شخص و این خانوم دارم میبینم. متولدین ماه فروردین نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید.
برای شما متولدین ماه فروردین میبینم که منتظرید یه سری خبرها، یه سری اتفاقاتی برای شما رقم بخوره و به زودی دارم میبینم که از طرف یک خانومی که میتونه متولد ماه شهریور باشه، میتونه متولد ماه اردیبهشت یا میتونه متولد ماه دی ماه باشه. دارم براتون میبینم از طرف این خانم، این شخص، شما این خبر یا این اتفاقات رو دریافتش میکنید و شما رو در واقع شوکه میکنه. خبر خوب، اتفاق خوبی غیر منتظره هست اما برای شما میبینم خیلی خوبه، زندگی شما رو تغییر میده. و شما دوستانی هم که میبینم متأهلین، خانم های متأهل رو دارم بیشتر میبینم، دنبال این هستین که یه سری کارهای درمانی رو دارین انجام میدید برای بچه دار شدن. یک بارداری رو دارم برای شما میبینم اتفاق میفته و خیلی شما رو خوشحال میکنه، اصلا انتظارش رو ندارید عزیزان. و برای شما دوستانی که در مورد یک مسئله مالیتون میخواین یک کاری رو انجام بدید یا خریدی داشته باشید یا قرار هست که چیزی رو بفروشین، اگر حتی دنبال این هستین که پولی به دستتون برسه، این پول میتونه گرفتن وام باشه، میتونه کمک گرفتن از کسی باشه از نظر مالی و حتی میتونه گرفتن یک سود، یک منفعت باشه از این معامله خرید و فروش هایی که دارم برای شما میبینم. و برای شما دوستان دارم میبینم بین 3 تا 4 وعده یه معامله یا یه سری اتفاقات مالی خوب داره برای شما رقم میخوره، پولهایی داره به دستتون میرسه که رزق و روزی زیاد رو وارد زندگیتون میکنه، خیر و برکت رو با خودش براتون میاره. اما براتون دارم میبینم در مورد این پولی که به دستتون میرسه برنامه ریزی بکنید که حتی این پول رو از دستش ندید عزیزان، چون اگر بی برنامه برین جلو دارم میبینم ممکنه این موفقیت مالی رو هم از دستش بدید. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه فروردین. اردیبهشت ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم متولدین ماه اردیبهشت، الان دارم در حال حاضر میبینم که یه ذره مشکل مالی دارید، مسئله و مشکلاتی که پیش روی شما هست و مجبورید که از کسی کمک بگیرین، پولی قرض بگیرین. دارم براتون میبینم که شخصی هست دور اطرافتون که میتونه محمود نام باشه، محمد نام باشه، یه همچین اسامی هست، حرف اولش با میم شروع میشه. اگر قرار هست از این شخص شما پولی دریافت بکنید یا به این شخص شما رو بزنید، درخواست مالی داشته باشین، برای شما اصلا خوب نیفتاده. بهتره سعی بکنید که از این افراد دوری بکنید چون برای شما مشکل قانونی درست میکنن. برای شما دوستانی هم که قصد دارین یک جایی با کسی همکاری بکنید، شراکت بکنید، این همکاری و شراکت برای شما خیلی خوب افتاده، خیلی روشن افتاده عزیزان. و شما دوستانی هم که میبینم خیلی دست و دل بازین، این روزها ممکنه خیلی بخواین بلخرجی بکنید، بریز و بپاش داشته باشین. سعی بکنید که توی مسیر کارهای خیر یک کار مثبت انجام بدین که این کار خیر، این دعای خیر به سمت خودتون، به زندگی خودتون برمیگرده. برای شما عزیزان دارم یه سری اتفاقات یا جابجایی ها، مسائل مربوط به یک خونه رو دارم میبینم. هر تصمیمی که در مورد خونه دارید، حتی میتونه جابجایی منزل باشه، میتونه خرید خونه باشه، میتونه خرید وسایل مربوط به خونه باشه. برای شما دارم میبینم روی وعده 8 این خبرها و این اتفاقات مربوط به خونه برای شما خیلی خوبه، خیلی عالی هست و اتفاق میفته عزیزان. و برای شما دوستان دارم میبینم شخصی که جدید هست وارد زندگی شما میشه از نظر احساسی، که این آدم میبینم بهتون علاقه‌منده، شما رو زیر نظر داره، شما رو دوست داره. حتی دارم میبینم روی وعده 5 میاد جلو و حرف دلش رو بهتون میزنه. یک ارتباط احساسی رو با این شخص دارم میبینم برای شما اتفاق میفته. متولدین ماه اردیبهشت نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. متولدین ماه اردیبهشت،
الان دارم براتون میبینم در مورد یک مسئله‌ای خیلی ذهن شما آشفته است، درگیری دارید، ناراحتی دارید، حتی میبینم سر یه دوراهی موندید، دو دل هستین در مورد این مسئله. این مسئله میتونه حتی در مورد یک روابط احساسی عاطفی با کسی که توی یک رابطه بودین باشه، هم میتونه در مورد یک مسئله کار اداری باشه یا یه سری مسیر کارهای پزشکی باشه. دارم برای شما عزیزان میبینم همچین مسائلی پیش روتون هست و یه حقایقی رو شما در واقع جلو روتون هست، اما خودتون رو زدین به ندیدن، نمیخواین که با واقعیت ها روبرو بشین، این حقایق رو ببینید که باعث میشه عزیزان اگر چشمتون رو باز بکنید این تردیدی که دارید از دودلی ها بیرون میاین، به شرط اینکه خودتون بخواین و واقعا بخواین که ببینید این مسائل رو. برای شما دوستان دارم میبینم در مورد یک مسئله شما خیلی وقت دارین دوندگی میکنید، خیلی تلاش میکنید، یه سری خواسته دارید، یه سری تقاضا دارید که این تقاضای شما هنوز انجام نشده، هنوز به خواستتون نرسیدید، به اون چیزی که میخواستین دریافتش نکردید. ممکنه باعث بشه ناامید بشین، دیگه امیدی نداشته باشین برای دریافت این نتیجه و خواسته ای که دارید. برای شما صبر افتاده توی این زمینه ها، بهتر صبور باشین، عجول نباشین عزیزان. و حتی برای شما دوستان دارم میبینم از نظر کاری، از نظر مالی، اگر شما دوستان تصمیم دارید که یک کاری رو انجام بدید که این کار میتونه حتی کار یادگیری و آموزش یک هنری باشه، یک کاری که بیشتر با دست میتونه باشه، یک کار فنی میتونه باشه، اگر تصمیم دارین که این آموزش رو ببینید برای شما خیلی خوب افتاده، باعث میشه که توی این راه، توی این کار موفق بشین و از طریق این کار فنی هنری شما پولهای زیادی رو هم به دستش بیارید. یعنی نتیجه زحمت هاتون رو خودتون میتونید ببینید عزیزان. و برای شما عزیزان دارم میبینم ممکنه الان در حال حاضر به خاطر حس تنهایی که دارید، حس ناراحتی که دارید، ناامیدی که دارید، سر دوراهی که موندید، ممکنه بخواین عزیزان پیش یک شخصی بریم، پیش کسی بریم که فالگیر باشه یا دعا نویس باشه، چون دارم میبینم یه سری پیگیری های این چنینی رو داریم و حتی میبینم ممکنه به خاطرش هزینه بکنید و پول خرج بکنید بابت این قضیه. اینم برای شما دوستانم متولدین ماه اردیبهشت. خرداد ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. متولدین ماه خرداد الان دارم میبینم که در مورد یک شخصی خیلی دلتنگشین، خیلی بیقرارشین و به هم ریختین، دوست دارین که ازش خبردار بشین عزیزم. و برای شما عزیزان میبینم هی دارین بهش فکر میکنید. این شخص رو دارم براتون میبینم، اگر صبور باشی من دیدار رو براتون میبینم، با هم دیدار دارین و شخصیه که اول اسمش با الف هم شروع میشه عزیزان. برای شما دوستانم توی رابطه احساسی که هستین خیلی مراقب باشین و احتیاط بکنید. شخصی رو دارم میبینم که این آدم خیلی حسادت داره میکنه، دوست نداره شما توی این رابطه موفق بشین و حتی میتونه که به عنوان رقیب وارد زندگیتون بشه و باعث بشه بین شما یه دوری بندازه، یه فاصله بندازه. حواستون به این شخص باشه. ممکنه برای شما آقایون این شخص آقا باشه، برای شما خانم ها این شخص خانم باشه. برای شما دوستان میبینم آقایی هست، آقایی که میان سال مسنه و میتونه پدر بزرگتون باشه، میتونه پدرتون باشه. برای شما دارم میبینم برای آیندهتون دلواپسه و اگر شما مشکل مالی الان دارید میبینم از طرف این آقا پولی رو بهتون میده، پولی رو دریافت میکنید که خیلی کمکتون میکنه عزیزم. توی مسئله یک کار جدید، یک کار پیشنهادی رو بیشتر دارم میبینم. پیشنهاد شما دریافت میکنید و کاری رو شروع میکنید که برای شما دارم میبینم آینده خوبی داره، موفقیت زیادی رو توی مسئله کاری به دستش میارید عزیزان. برای شما عزیزانی که مجرد هستین، آقایون و خانم ها فرقی نمیکنه، تصمیم دارین که ازدواج بکنید، توی این مسیر دارم براتون میبینم که یک معجزه، یک خوششانسی، یک خوش اقبالی سر مسیر زندگیتون داره قرار میگیره و راه ازدواجی شما بازه و مسئله ازدواجی شما رو دارم میبینم که 100% به نتیجه میرسین. اگر قرار هست به خواستگاری برین یا اگر توی مسیر ازدواج هستین برای شما دارم میبینم عالی افتاده.
متولدین ماه خرداد نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. برای شما عزیزان دارم میبینم که توی این روزها از نظر مالی ممکنه مشکلات مالی با اطرافیانتون، با کسانی شما بینتون بحث و مشکل مالی به وجود بیاد که سر این قضیه شما بخواید با هم دعوا بگیرین. دعوا و درگیری شدیدی رو دارم براتون میبینم. حتی میتونه دعوا درگیری لفظی هم باشه. ممکنه این قضیه تو محیط کاری باشه، تو مسائل کاریتون هم باشه، با شریکتون، با همکارتون، با همکارانتون. در مورد هر شخصی که در مورد مسئله مالی این بحث به وجود میاد دارم برای شما احتیاط رو میبینم. بهتر سعی بکنید که عصبانیت خودتون رو کنترل بکنید و سعی بکنید که این مشکل رو با صحبت کردن حل بکنید، چون ممکنه به ضررتون بشه و حتی این پول رو هم از دست بدین، یعنی دستتون به جایی بند نباشه عزیزان. و برای شما دوستان دارم میبینم اگر دنبال این هستین، پیگیر این هستین که یه جا هزینه بکنید، خرج بکنید و یک آموزش و ادامه تحصیل میتونه باشه، یادگیری یک مسئله آموزشی میتونه باشه، دارم برای شما عزیزان میبینم که این هزینه ها رو میکنید که دنبال این دوره هستین، این دوره ها رو بگذرونید که این دوره ها برای شما دارم میبینم خیلی نتیجه بخش خوب هست، ولی بهتره که توی هر کاری عزیزان میانه رو باشین، چون دارم میبینم ممکنه بخواید توی هر کاری زیاده روی بکنید. حتی ممکنه برای یه سری از شما عزیزان میبینم زیاده روی بکنید توی خوشگذرونی، توی پول خرج کردن، توی هر مسیری که هستین، توی مسیر احساسی، هر چیزی که هست بهتره که تعادل رو برقرار بکنید تا مشکلات زیادتری برای شما به وجود نیاد. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه خرداد. تیر ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم متولدین ماه تیر دارم برای شما عزیزان میبینم کسی هست توی زندگی شما که میتونه از گذشته‌تون هم باشه. این شخص میبینم حرف اولش با هی جیمی شروع میشه و میتونه بیشتر حسین نام باشه و حمید نام باشه. همچین اسامی رو میبینم. میتونه توی حروف دختر حسنا باشه، همچین اسمی رو دارم میبینم. از طرف این افراد شما خیلی ناراحتی کشیدید، ضربه خوردین و یه غمی از طرف این شخص یا این اشخاص توی زندگیتون بوده که هنوز نتونستید با این مشکل، با این ناراحتی کنار بیاین عزیزان. برای شما دوستان میبینم بهتره که یه مقدار سعی بکنید که اعتماد به نفس داشته باشین و خودتون رو قوی بکنید. آدمی هستین که خیلی باهوشین، خیلی خلاقین، ولی به خودتون انگار اعتماد ندارید. سعی بکنید توی هر کاری، هر نیتی که الان کردین ثابت قدم باشین، تلاشتون رو بکنید عزیزان تا بتونید موفقیت‌های زیادی رو به دست بیارید. برای شما دارم میبینم یه سری کارهای مربوط به ادامه تحصیل میتونه باشه، یه سری کارهای آموزشی میتونه باشه، دنبالش هستین، پیگیرش هستین و توی این مسیر تحصیلی برای شما دارم میبینم توی مسیر کاری شما هم تاثیرات مثبتی رو میذاره. اگر میخواین برای ارتقای شغلی مدرک تحصیلیتون رو بگیرین برای شما خیلی خوب افتاده. روی وعده 7 دارم میبینم روشنی داره وارد زندگی شما عزیزان میشه. برای شما دوستان میبینم اطرافیانتون، حتی میتونه از اعضای خانواده‌تون باشه، برای کارهایی که دارید انجام میدید، چه تو مسیر مالیتون باشه چه تو مسیر احساسیتون باشه، هر چیزی که هست میبینم دارن یه سری مخالفت هایی میکنن، انگار که دوست ندارن شما این کار رو انجامش بدید. برای شما دارم میبینم توی این زمینه به چیزی که اعتقاد دارین، چیزی که توی فکرتون هست حتما پیگیرش بشین، جلو برین و به این مخالفت ها اهمیتی ندید عزیزان. متولدین ماه تیر نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم.
برای شما دوستانم دارم میبینم عزیزان، به خصوص برای شما متأهلین مشکلات زناشویی خیلی شدیدی دارین، خیلی مشکلات حادی هست و تو این زمینه دارم میبینم که اختلافات شما به قدری شدیده که قلبتون شکسته، ناراحت هستین و حتی ممکنه توی مسیر ازدواجیتون بارها تا پای طلاق رفته باشین و این طلاق برای شما اتفاق نیفتاده، دوباره با هم آشتی کردین. برای شما دوستان میبینم که یه سری کارهای قانونی و دادگاهی پیش روتون هست که این سری عزیزان اگر برای طلاق و جدایی اقدام کردین این مسئله برای شما اتفاق میفته. امضای سند طلاق رو دارم برای شما عزیزان میبینم که بالاخره صورت میگیره عزیزان و زندگی شما، زندگی زناشوییتون تموم میشه. و شما دوستانی هم که عزیزان توی تنها هستین و توی هیچ رابطه احساسی نیستین، دارم کسی رو میبینم، شخصی رو میبینم که این آدم میتونه تا سن و سال 35 سال باشه. آدمیه که برای شما دارم میبینم قد تقریبا بلندی داره و هیکل تقریبا لاغر و ورزشکاری داره، پوست روشنی داره و این شخص آدمیه که عزیزان میتونه متولد ماه خرداد باشه، میتونه متولد ماه مهر و بهمن ماه باشه. شخصیه که کلا توی هر کاری میبینم عجول هست و خیلی سریع اطرافیانش رو قضاوت میکنه، زیر سوال میبره و این رفتارهای تندش باعث میشه که ناراحتی هایی رو برای اطرافیان و برای شما به وجود بیاره و این شخص به شما پیشنهاد میده عزیزان و با این شخص ممکنه وارد یک ارتباط بشین که برای شما میبینم رابطه‌ایه که شما ناراحت میشین، اذیت میشین توی این مسیر، توی این رابطه احساسیتون عزیزان. و برای شما دوستان دارم یک سفری رو میبینم به خاطر مسئله اداری، کارهای قانونی. شما ممکنه یک سفری رو برین، به یک مکانی برین که این سفر میتونه بیشتر با هواپیما باشه، سفر هوایی باشه و این مسیر رو دارم برای شما عزیزان میبینم که 100% پیش روتون هست. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه تیر. مرداد ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. متولدین ماه مرداد، برای شما دوستان دارم میبینم که الان این روزها خیلی شما تحت فشارین که این تحت فشار بودن میتونه برای مسئولیت‌های زیادیه که روی شونه هاتون گذاشتن، درخواست‌های زیادی که از شما دارن، انتظارات زیادی که از شما دارن عزیزان و این مسئله ممکنه شما رو خیلی خسته بکنه، انرژی شما رو بگیره عزیزان و حتی میبینم توی مسیر احساسیتون، توی رابطه احساسی که دارید با کسی که دوستش دارین هم داره تأثیر میذاره و باعث میشه بین شما یه مقدار دلخوری، یه مقدار سردی به وجود بیاد عزیزان. برای شما دوستان هم میبینم که یه سری دیدار دارید، این دیدار بیشتر دیدار کاری، جلسه کاری میتونه باشه یا حتی میتونه مصاحبه کاری باشه. با کسی شما دارید صحبت میکنید، نشست دارید و ممکنه بخواین یک شراکت داشته باشین، شراکت کاری و مالی. برای شما دارم احتیاط رو میبینم توی این قضیه، حواستون باشه و حتما برنامه‌ریزی دقیق داشته باشین تا ضرر و زیان مالی هم برای شما به وجود نیاد. میبینم عزیزان تصمیم دارید که یک اقدامی بکنید، یک کاری رو انجام بدین، یه حرکتی رو انجام بدین. برای شما دارم این اقدام کردن رو میبینم که خیلی برای شما خوب افتاده، ولی ممکنه شخصی عزیزان این وسط بخواد جلوی این کار شما رو بگیره. کسیه که توی حروف اسمش حرف عین رو داره، ممکنه بخواد رأی شما رو بزنه و نظر شما رو برگردونه و نظر شما این کارها و این اقدامات رو انجام بدین. اما در نهایت میبینم که شما تصمیمتون رو میگیرید و اقدام لازم رو انجام میدید عزیزان. برای شما دوستانم میبینم کسی رو دوستش دارید، خیلی دارین بهش فکر میکنید و این شخص خیلی بهتون انرژی میده، خیلی بهتون انگیزه میده، امید میده و آدمیه که خیلی خوش انرژیه، خیلی انرژی مثبت میده و برای شما دارم میبینم خیلی خوب افتاده. متولدین ماه مرداد نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم.
برای شما دوستانم دارم میبینم که عزیزان یه سری خبرهای ناراحت کننده رو به گوشتون میرسونن، به دستتون میرسه که خیلی شما رو ناراحت میکنه و به همتون میریزه عزیزان. برای شما دارم میبینم احتیاط افتاده، این روزها خیلی باید مراقب باشین. انرژی منفی دارم زیاد برای شما میبینم. سعی بکنید یه پاکسازی داشته باشین که باعث میشه از نظر روحی خیلی خسته بشین، خیلی دچار تردید بشین، دو به شک بشین حتی. و براتون دارم میبینم توی مسائل مالیتون، توی مسائل کاریتون خیلی دست به عصا برین جلو، خیلی احتیاط بکنه، چون ممکنه یه ضرر و زیان مالی براتون اتفاق بیفته. اگر تصمیم دارید مسافرتی برین، جایی برین، احتیاط بکنید، برای شما خطر تصادف ممکنه پیش بیاد، احتیاط بکنید عزیزان. و برای شما دوستانی هم که بین خودتون و کسی که دوستش دارین بین شما جدایی اتفاق افتاده، از هم دور شدین و این شخص شما رو تنها گذاشته، توی این زمینه دارم میبینم شما خیلی احساس تنهایی دارین میکنین، ناراحت هستین، حتی ممکنه این وسط شخصی باعث جدایی و دوری شما شده باشه. پای یک شخص سوم رو دارم برای شما عزیزان میبینم، اما در نهایت این شخص احساسی از شما خبر میگیره و بهتون پیام میده یا بهتون زنگ میزنه، چون میبینم این شخص خودش به سمتتون برمیگرده. و شما دوستانی هم که تو مسئله کاریتون، تو مسئله مالیتون الان ممکنه یه مقدار راکت شده باشه، کار شما خوب پیش نرفته باشه، نیاز دارید که پولی به دستتون برسه، یک پولی رو میبینم شما دریافت میکنید، وارد زندگیتون میشه که میتونه این پول وام باشه، یعنی وام گرفتن باشه، از طریق وام بانکی این پول رو دریافت میکنید و برای زندگی شما میبینم برای کار شما تاثیرات مثبتی رو هم میذاره، از این رکود، از این ساکن بودن بیرون میاید. این هم برای شما دوستان متولدین ماه مرداد. شهریور ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما شهریور ماهی های عزیزم میبینم که شما دوستانی که توی رابطه احساسی هستین یا حتی متأهل هستین، همسر دارین، اختلاف و مشاجره الان بین شما هست و توی این زمینه دارم میبینم خیلی باید خودتون توی این زمینه کوتاه بیاین، یعنی سازش بکنه، سازگاری بکنید که این ارتباط شما تموم نشه و مشکلات شما در واقع حل بشه عزیزان. برای شما دوستان دارم میبینم توی مسئله‌ای که دنبال یک کار جدید میتونه باشه، دنبال یک شغل دوم میتونه باشه، خیلی پیگیرش هستین و برای شما دارم یه سری پیشنهادهای جدیدی رو میبینم در مورد مسئله شغلی که روی وعده 8 دارم اتفاقات مثبت و روشنی رو توی زندگیتون در نظر کاری میبینم، خیلی خوب و پیشرفت عالی رو دارم برای شما عزیزان میبینم، باعث میشه پول خیلی خوبی وارد زندگیتون بشه، به دستتون برسه. شما دوستانی که به فکر یک جابجایی و مهاجرت هستین، بیشتر مهاجرت رو دارم میبینم به جایی که میتونه توی مناطقی باشه که بیشتر کشوری باشه که آب داره، آبی هست عزیزان، و توی این زمینه راهی که پیش روتون هست ممکنه مانع و مشکل پیش روتون قرار بگیره. منتظر این هستین که خبر نتیجهش یا حکمش به دستتون برسه که این اتفاق بالاخره برای شما رقم میخوره، اصلا نگران نباشید. برای شما دوستانم میبینم که یک دیدار پیش روی شما هست، دیدار احساسی و عاطفی هست که این دیدار شما ممکنه به تأخیر بیفته. برای شما دارم یک فاصله مکانی رو میبینم که دیدارهاتون به تأخیر میفته. متولدین ماه شهریور نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. برای شما بر بزنیم. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم. برای شما دوستانم دارم میبینم که روی وعده 6 یه دیداری شما دارین که این دیدار میتونه با کسی باشه که شما ازش مدت هاست بیخبر بودین، عشق قدیمتون باشه،
که این شخص رو دارم میبینم اگر باهاش کات بودین این شخص برمیگرده و یک شروع جدید رو دارم برای شما عزیزان با این شخص احساسیتون میبینم که ممکنه به شما پیشنهاد ازدواج هم بده، چون گرمتر شدن رابطتون رو میبینم خیلی تاثیرات خوبی میذاره، یه انرژی خوبی به شما میده عزیزان. شما دوستانم عزیزانی که به فکر این هستین یه سری دیدار و ملاقات داشته باشین، افرادی رو ببینید برای گرفتن یک وام بانکی، برای گرفتن دریافت پول که خیلی برای شما دارم میبینم این دیدارها، این صحبتها و این جلسات عالی پیش میره و یک پول بزرگ و قابل توجهی وارد زندگیتون میشه که این پول حتی میتونه برای یک تقسیم ارث و میراث باشه. خیلی برای شما عالی افتاده عزیزان و دارم برای شما دوستان میبینم یک تولد فرزند، خبر بارداری برای شما دوستانی که متأهل هستین به گوشتون میرسه، اتفاق میفته که شما رو خیلی خوشحال میکنه. و برای شما عزیزان هم میبینم حمایت خانواده‌تون رو دارین، یه سری صحبت‌های داخل خانواده برای مسیر مالی و کاریتون پیش روتون هست که میبینم اعضای خانواده‌تون از شما خیلی حمایت میکنن. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه شهریور. مهر ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم متولدین ماه مهر یه سری صحبت ها و حتی مراسمات خواستگاری رو برای شما عزیزان دارم میبینم که این صحبت های ازدواج و مراسمات بیشتر میبینم واسطه‌ای هست و شناختی از طرف مقابلتون ندارید، اما برای شما دارم میبینم ازدواجی که صورت میگیره بسیار عالی و روشن هست عزیزان. برای شما دوستانم میبینم که اگر تصمیم دارید که یک مسیر کاریتون رو تغییر بدین و شغلتون رو تغییر بدین توی این زمینه ممکنه الان دو به شک باشین، تردید داشته باشین. دارم برای شما عزیزان میبینم کسی که توی حروف اسمیش حرف دال رو داره، حرف میم رو داره، این شخص میتونه مشاوره دهنده خوبی باشه، میتونه کمک حامی خوبی از نظر روحی باشه، بهتون کمک بکنه تا بتونید تصمیم قطعیتون رو بگیرید. اگر منتظر دریافت یک مدرکی هستین، بیشتر دارم مدرک یا یک حکمی رو میبینم که چشم انتظارش هستین و این قضیه برای شما دارم میبینم زمان افتاده و بهتر صبور باشین و برای شما دوستان روی وعده 7 اتفاق میفته. این نتایج رو یا این مدرک رو شما دریافتش میکنید عزیزان. اگر تصمیم دارید عزیزان یک حرفه یا کاری رو توش فعالیت بکنید یا در مورد مسئله‌ای که مهارت دارین کاری رو انجام بدین، برای شما فعلا صبر کردن افتاده. بهتره فعلا دست نگه دارید عزیزان چون به نفع شما زیاد نیست. برای شما دوستان هم دارم میبینم که توی قضیه مسئله چشمیتون یه مقدار ممکنه مشکل بینایی داشته باشید یا چشمتون ضعیف شده باشه. یه سری کارهای مربوط به پزشکی چشم رو دارم براتون میبینم که ممکنه بخواین نیاز داشته باشین که عینک بخواین بزنید عزیزم. متولدین ماه مهر نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. برای شما عزیزان میبینم الان در حال حاضر از یک مسئله خیلی ناراحتید، خیلی پریشون احوال هستین که این قضیه خیلی رو زندگی شما تاثیر گذاشته. میتونه جدایی از کسی باشه که دوستش دارید، میتونه از دست دادن یک موقعیت باشه، یه مسئله کاری باشه، یه مسئله مالی باشه، خیلی شما رو به هم ریخته و باعث شده که شما حتی بیمار بشین، مریض بشین، توی بستر بیماری بیافتید. سردردهای خیلی عصبی شدید رو دارم براتون میبینم، ممکنه حتی باعث بشه چشمتون هم درد بگیره عزیزان. بهتره سعی بکنید که از این فکر و خیال و انرژی منفی دست بردارید و سعی بکنید با شرایطی که الان هستین کنار بیاین دوستان.
و دارم برای شما عزیزان میبینم یه سری صحبت ها و یه سری دیدارهایی دارید، یه سری جلساتی شما پیش روی شما هست برای اینکه بخواید به اون چیزی که میخواین برسید، اون چیزی رو که از دست دادید به حقتون برسید و این قضیه باعث میشه که شما حتی امیدتون رو از دست بدین، ناامید بشین، حتی ممکنه خونه نشین بشین. براتون دارم میبینم بهتره سعی بکنید چیزی رو که از دست دادید بذارین کنار، گذشته رو فراموش بکنید، چون دارم شرایط و فرصت‌ها و موقعیت‌های جدیدتری رو براتون میبینم که بهتره از این فرصت‌های جدیدتون استفاده بکنید، چه اگر تو مسیر احساسیتون باشه، چه تو مسیر کاریتون و مسئله شغلی آینده‌تون باشه. برای شما دارم موقعیت‌های خیلی بهتری رو میبینم، سعی بکنید از فرصت‌هاتون استفاده بکنید. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه مهر، آبان ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم متولدین ماه آبان میبینم عزیزان یک بارداری، یک تولد فرزند داره برای خودتون یا یکی از عزیزانتون از اعضای خانواده‌تون اتفاق میافته که خیلی شما رو خوشحال میکنه، زندگی شما رو تغییر میده، انرژی مثبتی به زندگیتون وارد میشه عزیزان. برای شما دوستانی هم که میبینم الان ممکنه یه مقدار از اطرافیانتون ناراحت باشین، چون دارم میبینم یه دلخوری بحثی بین شما و کسی که اصلا نظرش انتظار رو نداشتید برای شما به وجود اومده و این شخص رو دارم میبینم خیلی داره بهتون حسادت میکنه و ممکنه خیلی بهتون زخم زبون بزنه. این مسئله رو دارم میبینم که باعث میشه رابطه شما کلاً تموم بشه با این شخص. برای شما دوستانم متأهلین بیشتر دارم میبینم یه سری بحث و مشاجره های الان با هم دیگه دارید، توی این زمینه سعی بکنید سیاست داشته باشید و مشکلتون رو، بحثتون رو بین اطرافیانتون نشون ندین و با سیاست رفتار بکنید، چون ممکنه که اطرافیانتون توی این ارتباط توی زندگیتون دخالت بکنن و در واقع مشکلات شما رو بیشتر بکنن عزیزان. شما دوستانی که تصمیم دارید یا خیلی وقته میخواین که یک ملکی رو بخرید، چیز رو بخرید یا قصد فروشش رو دارید، برای شما دارم میبینم که روی وعده 12 این مسئله و این فروش اتفاق میفته یا این خرید اتفاق میفته. یه سود خیلی عالی برای شما دوستان دارم میبینم با انجام امضا زدن یک برگه یا یک سند یا یک قرارداد برای شما رقم میخوره، خیلی عالی افتاده. متولدین ماه آبان نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. برای شما دوستانم میبینم که یک خانومی توی زندگی شما هست. این خانوم میتونه مادرتون باشه، خواهرتون باشه یا کیس احساسیتون باشه، همسرتون باشه، هر کسی که هست دارم میبینم میتونه متولد ماه شهریور باشه، متولد ماه دی و اردیبهشت ماه باشه. با این شخص شما ممکنه یه مقدار اختلاف نظر، بحث، مشاجره داشته باشید، جوریه که ذهنتون به هم میریزه، خسته میشید و این خانم انگار شما رو خیلی تحت فشار قرار داده، باعث میشه شما یه مقدار، یه مدت از این شخص، از این خانم فاصله بخواین بگیرین که بخواین ذهنتون رو جمع بکنید، بتونید تصمیمات بهتر و مهمتری رو بگیرید. برای شما دوستان میبینم یه مدت تا 4 وعده دور میشید ازش و این دوری برای شما خوبه، به نفع شما هست عزیزان. برای شما دوستانم متأهلین بیشتر دارم میبینم اگر مشکلات روابط زناشویی بیشتر دارید و رابطتون خیلی سرد شده، دارم برای شما عزیزان میبینم که شخص احساسیتون، همسرتون ممکنه عزیزان بخواد از شما جدا بشه و شما از این قضیه ممکنه خیلی ناراحت بشین و حتی ممکنه حس تنهایی و حس آدم افسرده‌ای رو داشته باشید که نخواد این موقعیت و این شرایط رو از دست بده عزیزان. و شما دوستانی هم که بیماری توی خانواده دارید، دارم براتون میبینم این بیمار ممکنه حال روحی و حال جسمی خیلی خوبی نداشته باشه، سعی بکنید که به دیدارش برین و بیشتر براش وقت بذارین، بیشتر اهمیت بدین که بعدها احساس پشیمونی و عذاب وجدان نداشته باشین دوستان.
این هم برای شما دوستانم متولدین ماه آبان. آذر ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم که بیشتر دنبال این هستین که ادامه تحصیل بدین یا تصمیم دارید مدرکی رو بگیرید، دارم برای شما تو این زمینه ها میبینم موفقیت های زیادی رو قرار هست به دست بیارین عزیزان. و یک جابجایی، تغییر مکان، محل زندگی دارم بیشتر برای شما عزیزان میبینم. پیش روی شما هست که ممکنه بیشتر برای ادامه تحصیل باشه عزیزان. و شما دوستانی که میبینم یک مسیر و یک مسافتی رو میرید که بیشتر سفر زیارتی میتونه باشه، جاییه که میبینم برای شما مقدسه. رفتنش به اینجا برای شما میبینم خیلی باعث میشه گره ها، مشکلات شما حل بشه. حتی اگر نظری کردین عزیزان، نظرتون رو ادا بکنید، چون باعث میشه اون خواسته ای که دارید بهش 100% برسید عزیزان. برای شما دوستان میبینم شخصی رو که خیلی شما دوستش دارین، این شخص ممکنه الان در حال حاضر از شما فاصله گرفته باشه و از شما رو برگردونده باشه. براتون دارم میبینم دیدار باهاش دارید که دیداری هست به صورت اتفاقی و تو این دیدار میبینم عزیزان رابطه شما خیلی بهتر میشه. اون حالت سردی که این شخص با شما داره از بین میره عزیزان و رابطه شما خیلی گرمتر و بهتر میشه. متولدین ماه آذر نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما دوستان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم. برای شما عزیزان دارم میبینم که توی این روزها خیلی باید مراقب باشین، به خصوص اگر قرار هست که یک کاری رو تازه شروع بکنید، یک کاریه که ممکنه به شما پیشنهاد همکاری و شراکت بدن، یعنی تنها نیستید. اگر قرار هست که چیزی رو امضا بکنید، برگه‌ای میتونه باشه، یک نامه اداری میتونه باشه، مجوز یا سند میتونه باشه، حتی برگه سفته یا چک میتونه باشه، هر چیزی که امضایی که پیش روی شما هست براتون دارم میبینم اصلا خوب نیفتاده، چون دارم میبینم پشت این قضیه 2 نفر از کسانی که شما میشناسینشون و بهشون اعتماد دارین در واقع برای شما تصمیم گرفتن که از شما سوء استفاده بکنن و به شما ضربه بزنن. ضرر و زیان مالی میتونه باشه و حتی میتونه از نظر احساسی بخواد از شما سوء استفاده بشه. حواستون باشه عزیزان که باعث نشن شما خیلی مشکلات بدتری نصیبتون بشه و ذهنتون آشفته بشه، روحتون به هم بریزه، مشکلات مالی شدیدی درگیرش بشین اگر احتیاط نکنید. اگر هم رازی دارید، مسئله‌ای دارید، سعی کنید به کسی نگید، چون میبینم این افراد ممکنه ازش استفاده بکنن، بر علیه خودتون بخوان استفاده بکنن. و برای شما دوستان دارم میبینم توی رابطه احساسی که هستید و دارید کسانی هستن که دوستان مشترک شما هستن و این آدم‌های حسودی هستن، آدم‌هایی هستن که میتونن حتی رقیب باشن، بخوام با شما رقابت بکنن. میبینم که اومدن حرفی رو خلاف چیزی که هست به خودتون یا به شخص روبروتون احساسیتون گفتن و باعث شدن که رابطه شما سرد بشه. بین شما ممکنه یه مقدار، یه مدت جدایی و فاصله هم بیفته. اجازه دخالت این افراد رو ندین عزیزان، چون رابطه شما ممکنه به هم بخوره. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه آذر. دی ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم متولدین ماه دی میبینم یک جشنی رو شما دعوت میشین، شرکت میکنین که بیشتر میتونه جشن نامزدی باشه عزیزان. و توی این جشن، توی این نامزدی دارم براتون میبینم به خصوص شما عزیزانی که تنها هستین، مجرد هستین، یک بخت در واقع احساسی شما داره باز میشه. شخص جدیدی میبینم وارد زندگیتون میشه که این آدم میبینم آدمیه که زندگی شما رو خیلی تغییر میده، تغییرات مثبتی رو هم میده. خیلی برای شما شروع جدید خوبی هم هست عزیزان.
برای شما دوستانی که تصمیم دارید یک معامله داشته باشید، معامله میخواین بکنید، دوندگی برای انجام این معامله رو دارید، برای شما دارم میبینم تا هفته های آینده این معامله 100% به نتیجه میرسه و از نظر مالی شرایط مالی شما خیلی بهتر میشه. شما دوستانی هم که توی رابطه احساسی هستین، میبینم رابطه شما خیلی درگیری و قهر و آشتی زیاد داره. بین شما دارم میبینم که مشکلات زیادی هست که تو این زمینه سعی بکنید عزیزان شخص احساسیتون رو بیشتر درک بکنید و سعی بکنید بیشتر براش وقت بذارین، چون دارم میبینم خودتون خیلی این شخص رو دوستش دارین و این شخص هم میبینم احساس داره شما رو دوست داره، اما ممکنه اونجوری که انتظار داره شما براش توجه و محبت نمی کنید و همچین حسی رو داشته باشه که شما اصلا بهش علاقه‌ای ندارید. سعی بکنید خودتون کاری بکنید که اعتمادش رو جلب بکنید عزیزان. متولدین ماه دی نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. به نیت شما عزیزان بر میزنیم. برای شما دوستان میبینم که یه خبر تولد فرزندی به گوشتون میرسه که مربوط به اعضای خانواده‌تون هست که خیلی شما رو خوشحال میکنه عزیزان. و شما دوستانی هم که توی یک ارتباط احساسی و عاطفی هستین، میبینم دنبال این هستین، به فکر این هستین که شخص احساسیتون رو، همسرتون رو، عشقتون رو یه مقدار سورپرایز بکنید، غافلگیرش بکنید یا هدیه‌ای بهش بخواین بدین که خیلی این شخص رو خوشحال میکنه، باعث میشه که رابطه شما گرمتر بشه، بهتر بشه. حتی ممکنه شخص احساسی بخواد شما رو به خانواده‌اش معرفی بکنه یا در مورد ازدواج بخواد با شما صحبت بکنه. این هم مسائل و همچین شرایطی رو دارم برای شما عزیزان میبینم. شما دوستانی هم که توی یه سری مکان‌ها و کارهایی هستین که میتونه کارهای املاک باشه، معاملاتی باشه، یه نمایشگاه باشه، جایی که میبینم شلوغ هست و به فکر این هستین که با افرادی دیدار کنید و یه سری معاملاتی رو شما انجامش بدین. با پیگیری های خودتون دارم میبینم به نتیجه میرسین. روی وعده 8 اون انتظاری که دارید، اون در واقع پولی رو که میخواین دریافتش میکنید که نتیجه دوندگی و زحمت های خودتون عزیزان و شما رو خیلی خوشحال میکنه. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه دی. بهمن ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. برای شما دوستانم میبینم عزیزان توی مسیری که الان هستین، به خصوص توی مسیر کاریتون دارم میبینم یک ارتقاء شغلی موفقیتی درجه بالا رو دارم براتون میبینم که دریافتش میکنید. و شما دوستانی که میخواین چیزی رو یاد بگیرید، یه هنری میتونه باشه یا یه ادامه تحصیل دادن میتونه باشه، براتون دارم میبینم ممکنه بخواین برای مسئله تحصیلیتون یه تغییر جهت بدین، تغییر رشته بخواین بدین. این قضیه براتون دارم میبینم باعث میشه که مسیر زندگیتون عوض بشه. حتی ممکنه که محل زندگیتون تغییر بکنه، یعنی از جایی که هستین شما به یک شهر دیگه یا به یک مکان دیگه ای برین و حتی ممکنه که از عزیزانتون، از اعضای خانواده‌تون یه مقدار دور بشین، دور بیافتین عزیزان. برای شما دوستانم میبینم یک سفری پیش روی شما هست که این سفر بیشتر سفر تفریحی هست و باعث میشه اون ناراحتی و تنهایی که الان توی خودتون احساس میکنید از بین بره، انرژی منفی از بین بره و باعث بشین که انرژی مثبت، انگیزه وارد زندگی شما بشه دوستان. و شما دوستانی هم که میبینم دلتنگ هستین، دلتنگ کسی هستین که این شخص میبینم ازش بیخبرین، ازش دور هستین، ولی دارم میبینم این شخص به سمتتون برمیگرده، چون میبینم ذهنش، فکرش، قلبش پیش شماست و هنوز شما رو فراموش نکرده، هنوز شما رو دوست داره. انگار منتظره یه اتفاقی یا یه خبری از سمت شما بشنوه تا به سمت شما حرکت بکنه. متولدین ماه بهمن نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. به نیت شما عزیزان یک بار دیگه برای شما بر میزنم. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم.
برای شما عزیزان میبینم الان شما یه سری مشکلاتی دارید که خیلی شما رو به هم ریخته، شرایط روحی شما میبینم خوب نیست و این مشکلات از گذشته شما هست که بیشتر میتونه مشکلات مالی باشه، قرض و بدهی هایی هست که شما دارید، باعث شده که شما فکر و خیال زیاد بکنید، حتی ممکنه که به خاطر این فکر و خیال زیاد بیمار بشین عزیزان. ولی دارم براتون میبینم یک آقایی هست این وسط که این شخص میتونه متولد ماه شهریور باشه، متولد ماه اردیبهشت و ماه دی ماه باشه. از نظر مالی دارم میبینم آدمیه که خیلی قویه، خیلی مستقله و خیلی موفقه، توی اجتماع خیلی بهش احترام میذارن و این شخص میبینم که میاد و به شما یه سری راهکار میده، یه سری پیشنهاد میده، حتی میاد کمکتون میکنه، دستتون رو میگیره، پولی ممکنه بهتون بده که شما رو از این شرایط بد مالی که دارید بیرون بیاره و باعث بشه مشکلات شما تا یه حدودی حل بشه عزیزان. و شما دوستانی هم که الان توی رابطه احساسی که از گذشته داشتید و شخصی رو از دست دادید یا این شخص خیلی شما رو ناراحت کرده، به شما دروغ گفته، ضربه زده، خیانت ممکنه کرده باشه، میبینم شما از نظر روحی دیگه نمیتونید به هر کسی اعتماد بکنید و باعث شده که یه مقدار تا 4 وعده کلن از کسانی که ممکنه به شما علاقه داشته باشن فاصله بگیرید، دور بشین، نتونید به کسی اعتماد بکنید. این هم برای شما دوستان متولدین ماه بهمن. اسفند ماهی های عزیزم نیت بکنید ببینیم امروز چه اتفاقاتی برای شما رقم میخوره. متولدین ماه اسفند، برای شما دوستانم میبینم که این روزها ممکنه یه مقدار احساس بکنید، به خصوص از طرف کسی که باش توی ارتباط هستین یا همسرتون یا عزیزانتون، احساس بکنید که کس از عزیزانتون دارن یه سری کارهای یواشکی انجام میدن یا یه سری مسائلی رو دارن پنهون میکنن از شما، اما دارم براتون میبینم حس شما درسته و این قضیه مشخص میشه، برملا میشه، دست این عزیزانتون برای شما رو میشه، اصلا انتظارش رو ندارید و خیلی به هم میریزین، خیلی ناراحت میشین عزیزم. حتی توی رابطه احساسیتون، توی روابطی که ممکنه همسرتون باشه هم تاثیر میذاره و ممکنه جدایی بین شما اتفاق بیفته. برای شما دوستان میبینم یه سری از شما عزیزان ممکنه که ظاهر خیلی خشنی داشته باشین، خیلی بد اخلاق باشین، اما میبینم خیلی قلب مهربونی دارین، دوست دارین که به اطرافیانتون کمک بکنید. میبینم دست به خیر دارین، خیلی دارین سعی میکنید که دست نیازمندها رو بگیرین، به اطرافیانتون کمک مالی بکنید یا حمایتشون بکنید. این قضیه رو دارم براتون میبینم خیلی توی زندگی شما تاثیرات مثبتی رو میذاره و دعای خیر اطرافیان پشت سر شما هست عزیزان. برای شما دوستانی هم که میبینم الان یه سری نگرانی هایی دارید و از فکرتون درگیر هست، این نگرانی ها میتونه در مورد مسئله کاری و مالیتون باشه، میتونه در مورد شخص احساسیتون باشه و خیلی باعث شده اعصابتون خورد باشه، اعصابتون به هم بریزه. و شما دوستانی هم که یک سفر رو دارین برنامه ریزی میکنید، سفریه که بیشتر میبینم به جاهایی هست که میتونه توی طبیعت باشه، جایی که جنگل داره، درخت داره، براتون دارم میبینم این سفر ممکنه کنسل بشه یا به تأخیر بیفته عزیزان. متولدین ماه اسفند نیت بکنید ببینیم امروز کائنات چه پیام هایی برای شما عزیزان دارن. دوستان لایک و سابسکرایب ما رو هم فراموش نکنید. کارتی که افتاد رو برای شما میذارم. برای شما دوستانم دارم میبینم یه مقدار سنگینی و انرژی منفی که مربوطی میشه به یک دعا توی زندگی شما هست که از طرف یک خانومی برای شما گرفته شده و باعث شده توی زندگی شما گره، مشکلات، مانع زیاد باشه عزیزان. اول از همه سعی بکنید که از این خانوم دوری بکنید. شخصیه که میتونه متولد ماه تیر باشه، آبان باشه، اسفند ماه باشه. این شخص میتونه رقیب احساسیتون باشه یا کسیه که نمیتونه ببینه شما تو زندگیتون موفق هستین و پیشرفت میخواین بکنید و خیلی میبینم که باعث شده شرایطی برای شما به وجود آورده که باعث شده نتونید تصمیم گیری بکنید یا تمرکز بکنید، تصمیمات درستی رو برای زندگیتون بگیرید و
سردردهای خیلی عصبی رو دارم براتون میبینم، فکر و خیال زیاد، عصبی شدن زیاد رو دارم براتون میبینم. این شرایط فعلا برای شما هست، ولی بهتره که سریع سعی بکنید که با شمع تراپی، با پاکسازی انرژی های منفی و این دعا و در واقع طلسم رو باطلش بکنید تا بتونید روشنی وارد زندگیتون بشه عزیزان. این هم برای شما دوستانم متولدین ماه اسفند. مرسی عزیزان که با ما همراه بودین. خوشحال میشیم که وارد چنلمون بشین و ما رو سابسکرایب بکنید. دوستان روی زنگوله رو هم حتما فعال بکنید عزیزان. ممنونیم که پست های ما رو لایک میکنید و برامون کلمه خدای شکرت رو کامنت میذارین عزیزان. موفق باشین و خدا نگهدار همه شما دوستان.